با سلام دوباره بیننده عزیز رادیو آزادی ساعت به وقت پراگ 10 دقیقه است و متناسباً به وقت دوشنبه 1:10 و من حالا با شما درباره سرخط خبرهای مهم تاجیکستان و جهان معلومات میدهم و همراه با شما خواهیم دید که این لحظه ها در تاجیکستان و جهان چی میگذارد. البته بعضی از خبر و گزارش‌هایی که حالا من برای شما در چند جمله معرفی میکنم، بعضی از این مطلب ها در برنامه خبری رادیو آزادی که بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر طریق پخش مستقیم در آزادی ویدیو یوتیوب پیشنهاد شما می شود تقدیم می گردد و برخی دیگر که شاید در برنامه جا نشود شما آن را می توانید تفسیرش را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. خب، نرخ سوزشواری به اصطلاح مردمی در تاجیکستان بالا رفت و الکی ضربه اولین به کیسه مسافران احساس می شود. چرا گاز مایع باز قیمت گشت و مسافران و رانندگان در این باره چی نظر دارند؟ یک گزارشی هست که همکاران ما از دوشنبه برای شما تهیه کردند و شما می توانید آن را در برنامه خبری تماشا کنید. گاز را با ترمز عوض کرد. راننده قرغیز که روز شنبه در مسکو 7 پیاده گرد را پخش نمود انتظار آغاز مرافعه است. او با آن ابدار می شود که قاعده حرکت راه را ویران کرده است و باعث جراحت برداشتن آدمان شده است. راننده قرغیز میگوید هرگز در فکرش پخش کردن آدمان نبود. با این راننده چند سال تهدید میکند. در برنامه خبری در این باره صحبت داریم. طالبان آتش بس اعلان کردند. دولت اسلامی به حمله گذشت. زمانی که طالبان وابسته به روزهای تجلیل عید رمضان آتش بس 3 روزه اعلان نموده و 10 نفرشان به شهرهای افغانستان برای عید گردک رفتند، ترکیش رخ داد و چندین نفر را کشت. طالبان گفتند امروز با سلاح به دست میگیرند، اما حکومت افغانستان نقشه دیگر دارد. در این باره مفصل برای شما ما گزارش تقدیم میکنیم. بانک دولتی امانت بانک به دادن قرضها با پول ملی چین یوان شروع کرده است. امانت بانک از تاجرانی که تجارتشان با چین وابسته است دعوت کرده است که می توانند از این بانک با یوان قرض گرفته بعداً با سامانی آن را برگردانند. هنوز سال 2015 در ارومچی چین مراسم آغاز عملیات مبادله اسعار میان پول ملی تاجیکستان و یوان چین برگزار شد و مقامات تاجیکستان میگویند که این چاره پیشگیری از شدت بالاروی قرب دلار در کشور است. این هم در حالی است که طول چند وقت اخیر نه تنها قیمت دلار در کشور بالا رفته است بلکه آن را مردم نمیتوانند پیدا کنند. و همچنین از آن صحبت خواهیم کرد که چگونه 10 جوان تاجیک توانستند امکان تحصیل در امریکا را به دست بیارند. رقابت برای دستیابی به چنین امکانیت میان دانش آموزان تاجیک خیلی شدید بوده است. قرار است این گروه از ماه آینده تحصیل را در امریکا سر کنند. این یگانه برنامه است که به جوانان بالیاقت تاجیک رایگان و یا بی پول امکانی برای 1 سال زندگی و تحصیل در امریکا را مهیا می‌سازد. درباره تفصیلات این برنامه و این جوانان خوشبخت که توانستند چنین امکانیت رو بعد از بیارن شما در برنامه خبری ما همگی بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر می توانید معلومات پیدا کنید. و حالا باز چند خبر و گزارش‌های مهمی هست که همکاران ما در بالای تفصیلات آن کار میکنند و امیدواریم که تا شروع برنامه ما امکان پیدا خواهیم کرد که این خبر و گزارش‌ها رو هم در برنامه ما جا بدهیم. و طوری هم گفتم برنامه رو شما میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما که در یک هفته 5 روز پیشنهاد شما میشود تماشا کنید و البته در سامانه ما www.azadi.org که پخش همزمانی برنامه آنجا نیز امکان دارد. و البته ما در شبکه‌های اجتماعی طوری شما هم میدونید صفحه‌های مخصوص خود را داریم که دائم رادیو آزادی در اونجا خبرها و گزارش‌های تازه را میگذارد. خلاصه ما همه شما رو بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر منتظریم.